سلام، چطورید بچه‌ها؟ شب و روزتون خوش. برگشتم با آقای لاستیک. آقا میخوام یه تمرین بهتون بدم. وقتی تموم شد دیگه این دستا بلند نشه. وقتی دستکشا رو از دستتون در آوردید دستاتون اینجوری بلرزه، نتونید یه لیوان آب نگه دارید. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ تعداد بالا که میگم جوری باشه که واقعا اشکتون در بیاد، نه 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا، این اصلا به کار ما نمیاد. میخوام وقتی تموم شد واقعا از درد به خودتون بنالید. میخوایم چیکار کنیم؟ آقا حرکات اولی که میخوایم انجام بدیم کلا ضربات بوکسه. پا هم میتونیم بهش اضافه کنیم، نه که نمیتونیم، پا هم میتونیم، ولی فعلا میخوام ضربات دست ببریم بالا. آقا روبروی آقای لاستیک وای میسیم، بوکس چپ و راست مستقیم میزنیم. حالا یه خورده اینجوری کجه، من اینجوری براتون میذارم که ببینید چپ و راست، ولی ضربات محکم میزنید به لاستیک که دستتون برگرده. حالا لاستیک کجاش میزنم؟ این قسمت بالایی رو نزنید چون سفته، این قسمت پایینی رو بزنید، از جایی که شیار است از این قسمت تا این قسمت کلا 20 سانته و اونجا ضربه بزنید. میتونید بشینید، میتونید وایسید. حالا اگه کوتاه‌تر بود اینجوری میشینید، ضربات چپ و راست رو وارد میکنید محکم. آخر ویدیو کلا با قدرت و سرعتی نشونتون میدم. حرکت اول این بود، چپ و راست مستقیم. حرکت دوم اینجا هوگ میزنم، یک، میام اینور، دو. حالا یک دو جابجا نکنید، دست نگه دارید. 1 2 3 4 5 الا اون تعداد زیادی که خودتون میدونید. من زیر 300 400 تا نمیزنم، به کارم نمیاد، یعنی افت داره برام. شما هم همین کارو کنید. سمت راست هم همینجور. 1 2 3 4 5 الا تعداد بالا. این تا این قسمت رسیدیم. بچه حالا میتونید واسه این تمرین یه جفت دستکشی که به درد نخور باشه بگیرید یا بانداژ دوبله سوبله ببندید، چون دستکشای نوتون خراب میکنه. واقعا این لاستیک آسیب میزنه به دستکشا. این دستکشایی که من پوشیدم دستکشای تمرینه، باش در دیوار میزنم، لاستیک میزنم، دستکش اصلی هیچ موقع به کار نمیبرم. میریم تمرین بعدی. بچه سر گارد ایستادم، یه هوگ میام اینجا، میتابم، یه هوگ. حالا این هوگ که میگم آپرکات هم حساب میشه، لیور هم حساب میشه، بادی شات توی دنده. حالا من به عنوان هوگ که میگم یعنی هم بالا میتونیم بزنیم هم پایین، چون این کوتاه هوگ باید اینجا بخوره. من اینجا میگم، حالا بچه‌ها نگن آقا این هوگ نیست، اشتباه، درست نیست. اینجوری بگیم لیور شات، آپرکات، هوگ. یک، جام عوض میکنم، میام میور، دو، میام میور، یک، میام میور، دو. تعداد بالا. اینجوری هم رقص و پاتون هم اوکی میشه، همین که سرعتتون توی ضربات میره بالا. آقا تمرین بعدی که میخوام انجام بدم با خود تیغه دسته، ولی به سمت وسط میزنم. دست و چپ و راست، یه چپ میزنم، یه راست میزنم، یه چپ میزنم، یه راست میزنم، ولی محکم، قدرتی ها. حالا من چون میکروفون بامه نمیتونم محکم بزنم، توی میکروفون صدا میاد، ولی تمرین که تموم شد محکم همه رو نشونتون میدم. این رسیدیم تا این قسمت. آقا میخوایم یه حرکت دیگه هم اضافه کنیم. چیکار میکنیم؟ لاستیک رو میندازیم، لاستیک افتاد، روبروی لاستیک وای میسم، رقیب زدم خورده زمین، میخوام چند تا مشت کاری بزنم بهش که ناکار شه. آقا باز همون قسمتی که گفتم بهتون، ببین اینجا حالت فنری داره این وسط، ولی اینجا نداره. اینجا نمیخوام بزنید، میخوام حالت جایی که فنری داره. از بالا 1 2 1 2 1 2. همین شکل شد. چند تا تمرین: بوکس مستقیم، هوگ، آپر، جابجا کردن، بیشتر رو مای تاکسون انجام میده، ضربات تیغ دست به وسط و این یکی. اینا رو انجام بدید و خودتون میتونید ببینید چه قدرتی بهتون میده، چه سرعتی بهتون میده و چه توانی بهتون میده. حالا تمامی حرکات نشون شما میدم.
بچه‌ها تمرین امروز ما برادر لاستیک واقعا نفسگیره. یعنی من الان 2 دقیقه نشون شما دادم واقعا نفسم گرفت. حساب کن شما می‌خواید تعداد بالا بزنید یا مثلا به تایم بگیرید 5 ست 2 دقیقه 5 ست 3 دقیقه اینجوری برید. این دستا بعد از یه ادامه تمرین اینجوری میشه. لیوان آب نمیتونه بگید دست همش میریزه بیرون. حتما ازتون میخوام این تمرین رو درست انجام بدید با جدیت با غیرت با اراده و مطمئن باشید بعد از این مدت نتیجه کار خودتون و من رو خواهید دید. دوستتون دارم. دمتون گرم که انرژی میدید. حتما با ویدیوهای بهتر برمیگردم. خدا نگهدار.